سرخط مهمترین خبرها. کاهش داوطلبان به دانشگاه‌های تاجیکستان. زنان مهاجر کاری بیشتر شدند. و چرا نرخ پیاز قیمت شد؟ سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز 27 ایول است. مرکز ملی تستی خبر می‌دهد که در نتیجه تقسیمات اساسی مرکز از 80,942 داوطلب که برای دانشجو شدن امتحان سپردند، تنها 57,988 نفر به دانشگاه و دانشکده‌های کشور شامل شدند. آزیا پلوس از قول این نهاد خبر می‌دهد که از شماره عمومی داوطلبان 22,470 نفر نتوانستند به مکاتب عالی داخل شوند. آنها امکان دارند در تقسیمات تکراری که از 12 تا 15 آگوست سال روان برگزار می‌گردد شرکت کنند. سال گذشته شماره امتحان سپرده‌ها نظر به سال 2020 بیش از 13,000 کم بوده. شماره به دانشگاه و دانشکده‌ها و کالج‌ها راه یافته نیز 190 نفر کاهش یافته بود. کارشناسان این را به جلب دانشجویان به ارتش ربط می‌دهند. طور آگاهید در تاجیکستان در سال 2020 با قانون درباره وظیفه‌های حربی و خدمت حربی تغییرات وارد شد که طبق آن به جز از دانشجویان دانشگاه‌ها، ماگستر و اسپیرانت‌ها نیز به ارتش دعوت کرده می‌شوند. مقامات ناحیه وخش اعلام کردند که داماد و عروسی که آخر ماه مارس خودکشی کرده بودند بیماری روحی داشتند. روز 27 مارس جسد شریفبک زیویف 26 ساله و گلهوس شایوی 17 ساله را که 3 روز پیش ازدواج کرده بودند آویخته پیدا کردند. حادثه در محله یکاتوت ناحیه وخش روی داده بود. قربان یوسف رئیس ناحیه وخش روز 25 ایول در نشست مطبوعاتی گفت تفتیش نشان داده است که داماد و عروس بیماری روحی داشتند و یگان جنگ و جنجال در این خانواده نبوده است. صلاح الدین اسماعیل زاده دادستان ناحیه وخش نیز گفته رئیس ناحیه را تصدیق کرد و گفت یکی از دلایلی که آنها بیماری روحی داشتند این بود که آنها چند مرتبه از جانب ملا خوانده شدند. خانواده داماد موضوع را شرح ندادند، ولی محمد ظاهر شایف پدر مرحوم گلهوس بارها گفت که دخترش بیمار نبود و به خودکشی او باور ندارد. در دادستانی با او گفتند که داماد بیماری روحی داشته است و این حرف شبهه پدر را به خودکشی دخترش بیشتر کرده است. در همین حال دادستانی اعلام کرد که در این حادثه ترکیب جنایت دیده نمی شود و از این رو پرونده را قطع کردند. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگویند شمار زنانی که برای کار به روسیه رفتند از 57,000 نفر بیشتر شده است. این در حالی است که به گفته مقامات سال گذشته این شماره 2 مرتبه کمتر بود. به گفته شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در میان افرادی که به مهاجرت کاری می روند مثل پیشین اکثرا مردم بودند که بیش از 264,000 نفر را تشکیل می دهد. وزیر روز 26 ایول ضمن نشست خبری گفت در 6 ماه اول امسال زیاده از 322,000 شهروند تاجیکستان به مهاجرت مهنتی رفتند. طبق آمارهای رسمی 90% مهاجران تاجیک به روسیه می روند. امانزاده همچنین گفت از اول سال بیش از 240,000 نفر شهروندان به وطن برگشتند که نسبت به همین دوره سال گذشته 4.5 برابر بیشتر است. مهاجران تاجیک سبب اساسی رو آوردن به روسیه را از ناچاری می دانند. مقامات کشاورزی ولایت سوغ در نشست خبری خود به روزنامه‌نگاران عامل‌های بالاروی نرخ سبزیجات از جمله پیاز را شرح دادند. به گفته مسئولان این نهاد سبب‌های اساسی گرانی این نوع سبزیجات با صادرات زیاد آن به کشورهای همسایه و گرانی نرخ دارو و سوزشواری ربط می‌گیرد. خریداران و ساکنان ولایت سوغد میگویند از دوام کردن گرانی‌ها نگران هستند. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. در بازار مرکزی شهر خوجند پنجشنبه خریداران پیاز کم به نظر می‌رسند. در تابلوها نرخ این نوع سبزیجات از 5 تا 7 سامانی نوشته شده است که نظر به سبزی و کارتوشک قریب 2 برابر قیمت‌تر است.
خریداران میگویند تا به این حد بلند شدن نرخ پیاز را در چند سال اخیر مشاهده نکرده بودند. آز من رفته پستم کلانش 7 سومونو مایدش 5 سومونی گفتم بود که اولام یول گفتم دیگه مایدش پیشتر همیو ارزون بود قیمت دو خامت بیخی هم بیخی قد قیمت نم پیاز من ترمیم و قیمت من پیاز مل استفاده میکنم سمبوسه منطقه مل دیم مویا همون با مل استفاده میبرم همون با 7 سومون شده که 7 خریدیم این نظر به سال گذشته آنچه قیمت میشه؟ آنچه قیمت پرنه ها یک نیم پیاز بود این سال که آنچه قیمت 4 برابر قیمت دنگیده نرخ این نوع سبزوات را در دیگر منطقه‌های تاجیکستان بلندتر از این میگویند، ولی دهقانان و فروشندگان حاضر نمیشوند که سبب‌های اصلی گرانی پیاز را شرح دهند. در همین حال مسئولان ریاستی کشاورزی ولایت سوخت میگویند یک سبب اصلی آن ظاهراً به خریدار بیرونی پیدا کردن دهقانان است. صادراتی که از طرف ولایت شد و جمهوری فدراسیون روسیه همزمان 66444 تن سبزوات از جمله 61730 تن پیاز میباشد. این ماهی تا نزدیک ماهی 15 ایون و داشت ما برای صادرات کردن اجازت بود صادرات کردیم. دهقانان و تاجران در صحبت‌های بدون ثبت به ما گفتند که سالهای قبل کشت پیاز زیاد بود و نرخش هم خیلی پایین رفت. از این سبب کشاورزان فایده خوب به دست نمی آوردند و امسال دیگر نوع زراعتکاری را کشت نمودند. طبق آمار ریاستی کشاورزی هم امسال قریب 2000 گکتار زمین‌های کشت کم شد. و یک خبر دیگر هم از ولایت سوخت داریم. مقامات این ولایت از افزایش شماره خودکشی و سوء قصد به جان خود میان نابالغان اظهار نگرانی کردند. مدینه نبی‌زاده سردار ریاست معارف سوخت ضمن نشست خبریش گفت دوام 6 ماه سال روان 16 چنین حادثه به قید گرفته شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 11 حالت زیادتر بوده است. نبی‌زاده گفت همچنین 84 نابالغ دست به جنایت زده است که از این 54 نفرش خواننده مکتب بودند. ترکیب جنایت‌های صادر کرده خوانندگان این مکتب‌ها اساساً تصرف مال اموال، به حجت رانندگی کردن، میده‌باشی و ویران نمودن ترتیبات جمعیتی بوده است. بخش یک روزه تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بقازاده همراه می‌بینیم. 27 ایول سال 2005 دفتر کمیساریات سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان در یک اعتراضنامه از اخراج 10 شهروند افغانستان و یک شهروند نیگریا انتقاد کرد. این سازمان گفت تاجیکستان برخلاف عهده‌داری‌های بین‌المللی‌اش با این افرادی که سند نداشتند یاری حقوقی نرسانیده آنها را از خاکش بیرون کرد. در تاجیکستان صدها پناهجویان اساساً از افغانستان زندگی می‌کنند و از شرایط ناکافی اجتماعی و حقوقی شکایت دارند. 27 ایول سال 2008 وزارت فرهنگ تاجیکستان منع فعالیت 2 سازمان دینی غیر اسلامی گروه نصرانی حیات فراوان و جماعت ایمانداران را تمدید کرد. در تاجیکستان فعالیت‌های سازمان‌های دینی تحت نظارت شدید بوده. در سال‌های استقلالیت سازمان‌های زیادی غیر اسلامی مثل شاهدان یهوه منع شدند. 27 ایول سال 1935 مراد اوریپوف یکی از معروفترین ستاره‌های سینمای تاجیک تولد شده است. تماشابینان او را از روی نقش‌های اساسی‌اش در فیلم قسمت شاعر ابوعلی سینا، سرگذشت‌های خواجه نصرالدین و دیگرها یاد دارند. سال 2018 در دوشنبه درگذشت. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی خدا نگهبانتان.